آخوند بیژن جارچی برای اثبات شرک خود قرآن را تحریف می کند. بعد از اینکه آخوندهای رافضی از اثبات جواز شرک در دعا و حاجت خواهی از مردگان و قبرها و گنبد و بارگاهها بر مبنای آیه صریح قرآنی عاجز ماندند، چنانچه توجیه خمینی و دیگر بزرگانشان است، دست به تحریف‌های لفظی و معنوی قرآن کریم زدند تا بتوانند با این عمل کفری خرافه و شرکیات خود را به اثبات برسانند. به کلیپ آخوند بیژن جارچی توجه نمایید که صراحتاً در لفظ قرآن کریم مرتکب تحریف می گردد، غافل از این که شنوندگانش همه مانند خودش دور از قرآن نیستند. تو قرآن دو تا ادعو داریم، یه ادعو الی ربک داریم، یه ادعو الی سبیل ربک داریم. هر جا ادعو الی ربک مربوط فقط به انبیاس و ائمه، اونا بدون واسطه باید با خدا حرف بزنن. اما هر جا میگه ادعو الی سبیل ربک مال ماهاست، یعنی ما اگه خواستیم با خدا حرف بزنیم باید در خانه انبیا و اهل بیت بریم. یعنی ما اگه خواستیم با خدا حرف بزنیم باید در خانه انبیا و اهل بیت بریم. تو دانود میگیم عین السبب المتصل بین الارض و السما. ما نمیتونیم بدون اهل بیت به خدا برسیم. ما نمیتونیم بدون اهل بیت به خدا برسیم. قرآن میگه ادعو الی سبیل ربک، یعنی تو نگی یا زهرا و مستقیم در خون خدا بری جواب نمیگیری. یعنی تو نگی یا زهرا و مستقیم در خون خدا بری جواب نمیگیری، چون خودش گفته و اعتصموا بحبل الله. ریسمان الهی محمد و آل محمدن، باید در خون اینا بیای. بینندگان محترم، این آخوند برای توجیه توسل به مردگان به دو آیه اشاره می کند که در آن سخن از دعوت است و نه دعا، چرا که در زبان عربی ادعو وقتی پس از آن الی ذکر شود مراد از آن دعوت است و نه دعا. وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. و به سوی پروردگارت فراخوان، بیگمان تو بر راهی راست قرار داری. و آیه دیگر ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. مردم را با حکمت و اندرز نیکو و زیبا به راه پروردگارت فراخوان و با ایشان به شیوه نیکوتر و بهتر گفتگو کن. بیگمان پروردگارت به حال کسی که از راه او گمراه و منحرف می شود آگاه تر و او به راه یافتگان داناتر است. در هر دو آیه مذکور خطاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می باشد، نه این تقسیمات پوچی که این مداح نادان ذکر می کند. پس آیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به زهرا رضی الله عنها توسل می جستند؟ در این آیه دوم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امر شده است که مردم را با اسلوب حکیمانه و موعظه حسنه و جدال به احسن به سوی دین اسلام دعوت نماید، نه به دعا. و اگر به گفته شما
مراد دعا و حاجت خواهی از انبیا و اهل بیت باشد، پس حکمت و موعظه حسنه و جدال به احسن را در ادامه آیه چه تعبیر می کنید؟ آیا باید هنگام دعا حکمت و موعظه حسنه و جدال به احسن را رعایت کرد؟ اکنون بیایید فرق بین پیام الهی و مزخرفات آخوند رافضی را با هم ببینیم. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. و کسانی را که جز او می‌خوانید و می‌پرستید حتی به اندازه پوست نازک هسته خرما مالک نیستند. اگر آنها را بخوانید صدای شما را نمی‌شنوند و اگر بشنوند به شما پاسخ نمیگویند و روز قیامت شرک و پرستش شما را منکر میشوند و هیچ کس مانند الله آگاه و خبیر تو را از حقایق با خبر نمی سازد. اما آخوند میگوید یعنی تو نگی یا زهرا و مستقیم در خون خدا بری جواب نمیگیری. یعنی تو نگی یا زهرا و مستقیم در خون خدا بری جواب نمیگیری. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. و بر دلهایشان پوشش‌هایی قرار می‌دهیم تا آن قرآن را نفهمند و در گوش‌های آنان سنگینی ایجاد می‌کنیم و هنگامی که پروردگارت را در قرآن به یگانگی یاد می‌کنی با نفرت پشت کرده و بر می‌گردند. بارالها به این آخوندها عقل عنایت کن.